خیلی مخلصم رفیق. یه تایم نچندان دوری تو زندگی من دچار بیماری بیدیدی شدم، افسردگی ناشی از چاقی. خب تو اون تایم حتی تو آینه به خودم نگاه نمی کردم رفیق. خب اوضاع خیلی بدی بود، احساس میکردم که واقعا من توانایی عوض کردن هیچی رو ندارم، یعنی به اون خود باوری درونی نرسیده بودم، تا اینکه یکی از دوستان به هم کتاب کارل روگر رو معرفی کرد به اسم هنر انسان شدن. یه جمله خیلی خوبی، بعد 2-3 روز بود داشتم میخوندم این کتابو، هر فایل PDF البته، نسخه فیزیکیش نبود. یه جمله خیلی خوب داشت توش که باعث شد واقعا تغییر کنم. ببین نگاه کن، اون جمله میگه پارادوکس عجیب اینه که وقتی آدم خودشو بپذیره اون موقع شروع میکنه به تغییر پیدا کردن. من خودمو پذیرفتم و تغییر کردم دوست من، اصلا سخت نیست، امتحان کن.